یک شاخ گل، برنامه شماره 442. این برنامه با همکاری احمد عبادی، محمودی خانساری، رضا ورزنده، حسن ناهید و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ بیات ترک. اشعار متن برنامه از طبیب اصفهانی، ابدال اصفهانی، کاتبی ترشیزی، یحیی لاهیجی. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده روشنک. آتش ناله ما بس که جهان را افروخت، هر که را می نگری ز آتش ما می سوزد. محفل امشب ز فروغ رخ ساقی گرم است، گل جدا، باده جدا، شمع جدا می سوزد. خضر اگر غوطه به سرچشمه حیوان دیدم، بس که دل سوختم آب بقا می سوزد. درد دل من نهفتنی نیست، این درد دگر که گفتنی نیست. بگذشت بهار و وا نشد دل، این غنچه مگر شکفتنی نیست. حالی که مرا بود ز عشقت، دانستنی است گفتنی نیست. نظر افکنی به هر کس، به منت نظر نباشد. شده ام اسیر دردی که از آن بتر نباشد. به کجا بریم جانی که ز هجر تو نسوزد؟
بکشد هزار کس را و تو را خبر نباشد. پی عاشقی نهادم قدمی و دانم آخر فکند رهم به جایی که از آن گذر نباشد. ای خوش آن روز که از دست تن و جان برهم، هر تعلق که به جز عشق بود زان برهم. درد سر تا به کی و محنت سامان تا چند، ترک سر گویم و از محنت سامان برهم. برو ای رشته جان سوزن عیسی به کفار، تا بدوزم دل و از چاک گریبان برهم. رسته ام از بد و
از نیک مرا قیدی نیست جز نکویان و نخواهم که از ایشان برهم. عزیز من جان نوبهار آمد شد موسم شیدایی ما نوبهار